نیرومندی هر یک کشور از قواهای مسلح آن وابسته است. البته استواری ارتش این از ننگ و وقار، جسارت و صداقت فرزندان ملت سرچشمه میگیرد. باعث شکر و افتخار است که دولت تازه استقلال ما تاجیکستان نوابسته از مشکل های عالم امروز توانسته است همه شاخه های دولتداری خود را تشکیل و قوی سازد. بیشک این همه دستاوردهای حربی و نظامی و دیگر بخش‌های مهم دولت نتیجه و ثمره سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان است. خدمتیان قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در مسائل آماده‌باشی جنگی، خدمت قشون‌ها و بخطری خدمت حربی، اجرای نقشه و چاره‌بینی‌ها، نتیجه و صفت مشغولیت‌های تعلیمی، تیار کردن کماندیران خرد، بلند برداشتن انتظام حربی، تربیت و تندرستی هیئت شخصی در قسم واحدهای خود و نتیجه های نظررس نایل گشته ایستادند. صف خدمتیان حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی از حساب جوانان صاحب معرفت، با وقار، جسور و وطن دوست روز تا روز افزون گشته ایستاده است. با درک اقتدار مدافعوی کشور، با غمخواری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، امروزها قشون‌های داخلی با ساختارهای قدرتی یک قطار دولت‌ها از جمله امریکا، روسیه و قزاقستان، جمهوری مردمی خیتای همکاری را گسترش داده، جهت بلند برداشتن آماده‌باشی جنگی، بهتر گردانیدن درجه تأمینات هیئت شخصی و وارد نمودن تغییرات علاوه‌ها به ساختار شتاتی و تشکیلی قشون‌های داخلی کارهای زیادی به انجام رسانیده شده. دورنمای عملی سازی دیگر نقشه‌ها مورد بررسی قرار دارد. حالا هیئت شخصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی با افسران دارای معلومات عالی مخصوص مکمل گشته و هیئت فرماندهی قشون‌های داخلی به انتخاب و جابجاگذاری کادرها، رعایت معیاری آیین‌ناموی و انتظام حربی و خدمتی طلبات قطعی دارند. در دوام 28 سال صاحب استقلالی دولتی شرایط فراهم آمد که بنا و انشاءات‌های جزء تام‌های قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در حدود پایتخت، ولایت و شهرهای مملکت بنیاد، تعمیر و از نوسازی کرده شده. قسم‌های حربی این جزء مهم ارتش کشور به معیار و طلبات‌های سطح بین‌المللی مطابق کرده شدند. برای تکمیل مهارت حربی و نظامی، روحی و جسمانی سربازان و افسران در محیط پاک اکولوژی، مرکزهای تعلیمی با شرایط‌های زمانوی بنیاد گردیده، خدمتیان قسم واحدهای قشون‌های داخلی در این دوره بارها مشق و تعلیمات‌های تکتیکی و نظریوی گذرانیده، سزاوار بهای بلند سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گشتند. تأمینات قسم واحدهای قشون‌های داخلی با خوراک‌ها و پوشاک‌ها، اموال شیعی، تکنیکا و مهمات جنگی نیز در سطح بلند اجرا گردیده، سال سال خوبتر و بهتر گشته ایستاده است. در جواب به چنین وطندوستی و پیروی از سیاست پیشوای ملت کردن جوانان، برای آنها نیز حکومت کشور بهترین شرایط را در قسم‌های حربی مهیا کرده ایستاده است. جای خواب تازه و بر هوا با تجهیزات‌های گرمی دهنده از جهت اکولوژی بخطر، رخت لباس، تالار ورزشی، حجره مخصوص نگهداری لباس‌های موسمی سربازان، مکان شستشوی لباس با دستگاه‌های الکترونی، حمام، سرتراشخانه، آشخانه‌های زمانوی، طعام‌های غذابخش و نقطه نانپزی، خلاصه تمام شرایط‌های خدمت برای افسران و سربازان در قسم‌های حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی مهیا است. حتی برای آن سربازانی که عائله‌دار هستند، در نزد قسم‌های حربی مهمانخانه واخوری سربازان با اهل عائله با اشیاء و تجهیزات روزگارداری پر تامین است و در مهلت‌های معین سربازان و عائله‌های آنها می‌توانند طبق مقررات چند شبانه روز زندگی بیرون از خدمت داشته باشند. احساس و مشاهده می‌گردد که واقعا هم نسل جوان ملت مفهوم‌های مقدس را چون وطن، صلح، وحدت، زادگاه و مادر خوب درک کرده، خدمت در صف قواهای مسلح را به خود فرض، قرض و شرف می حسابند. باعث ذکر و افتخار است که شماره زیاد جوانان خودآگاه و وطن دوست به طور اختیاری به خدمت مادر وطن آمده، سربلندانه و با صداقت و وفاداری با افاده جسارت و دلیری به وطن صادقانه خدمت کرده ایستادند. شناسایی از شرایط معیشی سربازان، کتابخانه کلوب، تالار ورزشی،
تمرین با اسبای خدمتی اعتماد هر یک شهروند را از شرایط خوب خدمت در قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی افزون می‌سازد. در قسم‌های حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی با کسب آموزی سربازان به خصوص مناسبت با سلاح از طرف کماندیران و متخصصان توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. اینچنین در روند خدمت سربازان قسم‌های حربی با آموزش تکنیک حربی و مشغولیت‌های بدیهی و استتیکی جلب کرده می‌شوند. چنانه از مشاهده ها برمی آید سربازان قسم حربی 54 53 شبانه روزی به خط سیرهای پترولی در کوچه و خیابان های پایتخت در یکجایی با دیگر بخش های میلیتیا به خصوص تامین ترتیبات جمعیتی و امنیت شهروندان سفربر کرده می شوند. چنین طرز خدمت از هر یک سرباز مدنیت معاشرت رعایت کردن طلبات های آیین‌نامه خدمت را تقاضا می کند. امروز سربازان تاجیک با استفاده از شرایط‌های مهیا گردیده با جسارت و مردانگی خود قادرند که در پیشگیری و بی‌ضررگردانی همه گونه کردارهای به جمعیت خفناک کارنمایی‌های خوب نشان دهند. صادق بودن به سوگند نظامی، این پیش از همه محبت داشتن به دیار، پاس داشتن مقدسات ملی، ارج گذاشتن به هر وجب خاک این سرزمین و استوار بودن در سیاست خردمندانه پیشوای ملت است. روز تا روز شرایط خدمتی سربازان قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی بهتر گردیده، راهبریت وزارت کارهای داخلی از شرایط بود و باش و فعالیت سربازان به واسطه خودشان نظارت جدی کرده زود از قسم‌های نظامی قشون‌های داخلی دیدن می‌کند. چنین توجه و دستگیری های وزیر کارهای داخلی است که شماره نوسکران به طور اختیاری به صف خدمتچیان قشون‌های داخلی بیشتر گشته ایستاده است. من سفرخ میرزا به صف‌های قوه مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای صداقت به خلق خود و سرور جمهوری سوگند یاد میکنم و با آن قسم میخورم قانون اساسی و قانون‌های جمهوری تاجیکستان را قطعاً رعایت می‌نمایم. آیین‌نامه‌های حربی همراه فرمانده آن و سرداران به چون و چراغ اجرا میکنم. سرباز با شرف، با انتظام، دلیر و هوشیار باشم. قسم می‌خورم که تا نفس آخرین به خلق خود صادق باشم. نیرو و حیات خود را دریغ نداشته وطن را مردانه‌وار و ماهرانه مدافع میکنم. برای باز هم نیرومند گردیدن قوه و واسطه های خدمت در ترکیب قسم حربی 54 53 وزواد سواره تأسیس داده شده است که نگاهبین و تربیه اسبای خدمتی را سربازان به عهده داشته هنگام برگزاری عید و جشن ها و چوربینی های سطح جمهوریوی وزواد سواره به خدمت سفربر کرده می شوند. وضع تامینات و شرایط‌های خواب و خوراکی سربازان قسم‌های حربی نه تنها در سیمای خوشحال آنها عیان است بلکه افاده چنین قناعتمندی در لحن و زبان آنها و ترنم وطن عزیز تاجیکستان هویدا است. امروز خدمت در صف قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی نه تنها قرض فرزندی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است بلکه خدمت مکتب جسارت و مردانگی خودشناسی و وطن دوستی بوده برای تشکل و معرفت‌ناکی سربازان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. من سرباز قطوری سید عبدالله دلوورشوی بعد از ختم دانشجویی به خدمت حربی اومده در همین قسم حربی خدمت را ادا نمودم. از جوانان خواهش دارم که از خدمت حربی سرکشی نکنم. به خدمت حربی اومده برای سرور دولت خود و ملت خود صادقانه خدمت کنند. اثبات این گفته در آن است که فعالیت میدان و تالارهای ورزشی و جلب مربیان شناخته در قسم‌های نظامی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در تربیت ورزشکاران سطحی وطنی و خارجی سهم نظر است دارند. در بخش گشتین جودوی ملی استاد ورزش سطح بین المللی اشتراکچیان المپیاد لندن 2012 پرویز صابرов و علیشیر گلوف، استادان ورزش شیرالی و سهراب بازاروف ها، استاد ورزش درجه بین المللی خسرو غیاسov و چند دیگران در کلوب ورزشی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی به کمال رسیده افتخار ملت تاجیکند. قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی ماه اپریل سال 1993 در ساختار قشون‌های داخلی همچون بریگاد زودعمل تأسیس یافته بود. در ایام درگیری‌های داخلی کشور افسران و سربازان این قسم حربی از خود مهارت و ملکه بلند جنگی نشان داده در پیشگیری و آشکار و بی‌ضررگردانی گروه‌های مسلح غیرقانونی و برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی دولت نقشی باسزا گذاشتند. خاراکتر نو کسب کردن عالم جنایت و حمایت نمودن مرز و بوم دولتداری از هر یک کارمند حربی نظامی کشور ما طلب میکند که دانش‌های عملی و نظریوی خود را جهتی از خود کردن اسلحه و تکنیک‌های حربی را عمیق‌تر آموزند.
با این مقصد ساختار بریگاد زودعمل یعنی قسم نظامی 3502 با پولک فوری تعیینات مخصوص ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی تبدیلی نام شده فعالیت آن نیز وسیع کرده شده است. چون سالهای پیش افسران و سربازان از جهت جسمانی و روانی سالم و تنومند با پولک فوری تعیینات مخصوص جلب گردیده در ترکیب آن بخش‌های چون بتالون سواره تیرانداز، بتالون فوری تعیینات مخصوص، دیویزیون ارتیلری، روتای علاهیده تعیینات جنگی، روتای تیرانداز کوهی عمل میکنند که افسران و سربازان پولک مذکور نوابسته از چگونگی وضع از عهده وظیفه‌های برداشت داشته‌شان با سربلندی میبرایند. اینچنین شروع از ماه ایون سال 2018 با مقصد تقویت بخشیدن اقتدار جنگی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در ساختار مذکور دسته علاهیده تعیینات مخصوص تأسیس داده شده. دسته مذکور با بینای علاهیده، نقطه طبی، حجره‌های کاری، جای خواب، میدان علاهیده ورزشی، حوض شناوری، حمام، گرمابه فینی تأمین گردیده است. هیئت شخصی دسته علاهیده تعیینات مخصوص قشون‌های داخلی چون دیگر بخش‌های این نهاد از جوانان سالم و تنومند، جسور، دارای مهارت بلند تاکتیکی حربی و ورزشی مکمل گردیده چی در شرایط وادی و کوهسار قادرند عهدهداری‌های خود را با سر بلند اجرا نمایند. مشق‌های سنجشی تاکتیکی در فضای سرد و آزمایش‌های تجربوی ثابت کرد که هیئت شخصی دسته علاهیده تعیینات مخصوصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در حالت‌های احتمالی تغییرابی وضع همیشه آماده‌اند. من لطینم امیدزاده گلنگار، افسر مرگنی دسته علاهیده تعیینات مخصوصی ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. محافظت وطن این وظیفه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است و نه تنها جوانان در این صف به خدمت وطن باید تیار باشند و من در قطار جوانان امروز تیارم که به خدمت با سوگند یاد کرده خود به پرزیدنت به خلق وطنم صادقانه خدمت نمایم. هیئت شخصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در صف پیش مبارزه بر ضد جنایتکاری و تأمین ولایت قانون قرار داشته برای حمایت این مرز و بوم همیشه آماده‌اند. خدمت در صف قشون‌های داخلی برای هر یک سرباز آن شرف و افتخار بزرگ است، زیرا آنها نه تنها قرض شهروندی خویش را به جا می‌آورند بلکه تکیه‌دار این وطن و مادر خود بوده در روند خدمت صاحب اختصاص و دلیر و شجاع به کمال می‌رسند. در قسم‌های حربی قشون‌های داخلی برای بلند برداشتن ملکه کسبی، استعداد و دانش و جهانبینی افسران و سربازان شرایط‌های ضروری، بازه خوبی تعلیمی و مادی موجود است. در روند خدمت حربی سربازان قشون‌های داخلی بر رشد فرهنگ و آیین و هنرهای مردمی سهامگذار هستند. کارگاه هنرآموزی که رهبریت وزارت کارهای داخلی در زمینه اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ترکیب قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی کارگاه هنرآموزی تأسیس دادند. در این کارگاه سربازان هنر دوریدگری، استای در و تیریزه، کندکاری در چوب را آموخته الکی نقش دست آنها از هنروریشان درک می‌دهد. من سرباز قطار امین فیضی بهادرویچ طول 10 ماه در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت خود را ادا کردم. پیش از همه که در وقت خدمت‌هایم همچون با مشغول شدم با کارهای دوریدگری و کارهای کاری یعنی کندکاری مشغول هستم. درباره کندکاری یک چند هنرهایی که ما آموختیم آینده در وطن عزیزمون خدمت خود را میرسونیم. با اقدام رهبریت وزارت کارهای داخلی چند سال این جانب با مقصد تأمینات هیئت شخصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی خواجگی‌های رسان کشاورزی تشکیل کرده شده با قوه کاری سربازان در زمین‌های کشاورزی میوه و سبزیجات‌های گوناگون پرورش کرده شده حاصلی به دست آورده در انبارهای خوراکه نگهداری کرده شده فصل زمستان افسران و سربازان قشون‌های داخلی از آن استعمال می‌کنند. البته تشکیل کردن چنین فعالیت کشاورزی به منفعت بودجه بوده. در صورت تغییریابی ارزش محصولات بالاروی نرخ هیچ مانعی در این سمت پیش نخواهد آمد. تنها در سال 2018 از حساب فعالیت خواجگی‌های یاریرسان به مبلغ عمومی زیاده از 700,000 سومانی محصولات پالیزی، سبزیجات و محصولات گوشتی و شیری گرفته شده. به این وسیله سطح تأمینات سرژنتان و سربازان قشون‌های داخلی بهتر گردانیده شد. علاوه بر این حدود قسم‌های حربی با قوه کاری سربازان و گلگشت باغ‌ها تبدیل داده شده. امروز چون دیگر گلگشت خیابان‌های گلافشان و زیبای شهر دوشنبه قسم‌های حربی قشون‌های داخلی نیز رنگارنگ است.
بخصوص از مسافه 9 کیلومتر با مقصد بنیاد باغ، گرمخانه و تامین زمین‌های کشاورزی آبی به قسم حربی 3502 آب آورده شده، باغ گیلاس و زردآلو، سیب و آلوچه و دیگر نامگوی سبزوات ثمره خوب دارد. نگاه و بین و پرورش درختان سایه افکن و آرایشی حدود قسم‌های حربی پرره به ذمه سربازان بوده، واقعا همچنین غمخوری به محیط اطراف و درک نمودن مسئولیت اکولوژی این موضع‌ها را به مکان تماشا تبدیل داده است. با باوری کامل میتوان گفت که هیئت شخصی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چون فرزندان صادق این وطن با ننگ و آر سازنده خویش و با پشتیبانی از سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر تأمین ولایت قانون، آرامی و آسودگی و صلح و وحدت ملی خدمت کرده، وظیفه‌های به ذمه داشته‌شان را با سر بلند اجرا نموده به سوگند نظامی خود صادق می‌مانند. صف کشیم، ما چو سربازی وطن با عهد و پیمان صف کشیم، حامیانی کشوریم و تحت فرمان صف کشیم، کرد تشکیل ارتش ملی ما سرور زهج بهر امری پیشوایی تاجیکستان صف کشیم. ارتش ملی ما از بهر حفظ کشور است، خط سرحد را حمایه تا بدخشان صف کشیم. ما جوانان را به هم آورده بین ننگی وطن، بهر حفظ کشور اندر رشت و ختلان صف کشیم. ارتش ما بهر صلح و وحدت و آسودگی در ادای خدمت از سوخت و زرافشان صف کشیم. خدمت مادر وطن هر فرد را مرد کند، امر و فرمان است بهر طرز وجدان صف کشیم. در دفاع منفعت‌های وطنداران ما بهر حفظ قدر و آزادی انسان صف کشیم. امن و آسایش بود رشد و نموی کشورم، بهر نسل نورس و صبح درخشان صف کشیم. صف کشیم آسوده گردد خاندان خلقمان، بهر بختی سبز مردم با صدرمان صف کشیم. جان فدایان ما مردان با ننگی وطن، بهر پاسی خاطری بگذشته یاران صف کشیم. شیرک و اسپیتمن تیمور ملیک عبرت شده، بهر رشد و رونق خاک نیاگان صف کشیم. سربلند ارتش بود چون کوه‌های سربلند، در فراز قله ها با قدر امکان صف کشیم. هر سحر خرسندی آید زباغ کودکان، بهر شادی و نشاطی طفل خندان صف کشیم. نیستیم از گرم و سردی های فصل در هراس، ننگی با چتر است و زیری ابر نیسان صف کشیم. افسر و سرباز و دیدبان
پاسبان با هم قطار، ای جوانان لایقی این دور و دوران صف کشم. پیشوا خورشید و ماه و ستاره مردمش، چون ستاره ما بزیری برج کیهان صف کشم. ای نهانی کشف کن اسرار ارتش های دهر، بهر امن این وطن رو شاد و پنهان صف